السلام علیکم هموطنان عزیز، تمام مسلمان برادران خواهران، امیدوارم که صحت و سلامتین. دودر ما میخواست که پدپیشگوی ما در حق دودر ما دعا کند تا که دودر ما گپ بزند، تا که دودر من با پا بخیزد، خدمت وطن، خدمت جماعت را بکند. برادران خواهران، کسی که در حق برادر ما فراز دعا کند الهی برکت بیابد، همه وقت زنده و سلامت باشد. ما میخواهم که در حق دودر من یک دعای نیک بکنید که تا که دودر من بخیزد، قطعی ما را برد، قطعی من خدمت کند که این ولیدو را، بیچاره ها را، کسل ها را خدمت کند. الهی آمین. در کسب شما هم خیر و برکت، همه وقت زنده و سلامت باشید با پدر و مادر، با فرزندان. الهی آمین. انشالله دودر ما هم ساز می شود، قطعی ما را می رود، قطعی ما خدمت می کند. الهی آمین.